اینجا این با این من. اوکی لباس از زود تا سری سر تا پا بگو. Alright, wait a minute. This outfit's from Hiramore, about 100K. come on. Sunglasses from LV, I think. From dieses Ort. come on. Yeah. Chains from Gucci. Oh my god, come on. About 1,000 تومن. سکه. Yeah. نه 1,000 تومن. Okay. T-shirts from Imam Hussein Square. About 50,000 تومن. come on. Jeans دست فروشای نظام آباد from yeah, I think both of them is about 200K. come on. But wait a minute. And lunch from شیلان. Yeah, 100K. 100K. come on. 100,000 تومن. یه شعار واسه بیننده عزیزم. Wait a minute. Because you never try to judge me, dude, because you don't know what the I've been through. خب اینجا این با Hira, what's your name? Hira, what's your brand? هیرامور. نه کل هیرامور رو بگو هر چی داری. کلش همه رو بگو. زیاد گرون. وسایلتو بگو چند کی. کاپشن from هیرامور. همه چی from هیرامور. یا کام 15K. بچه امروز اومدیم با یکی از وایرال ترین و at the same time نمیتونم بگم مسخره، چون من نباید قضاوت کنم آدم رو. خب یعنی من اصلا کی باشم که بخوام قضاوت کنم بگم مسخره؟ شاید به نظر اون محتوای اون مسخره است، ولی میگم سلیقه من نیست. کامان این محتوا اینا مسخره شده که قضاوت کردی. خب آره بعد قضاوت کنی همون کاری که خیلی خوش میگذره. دومش راستی سلام یادم تو سلام from LV 100,000 تومان. خب بچا آره به اصلا مشکل محتوایی نیست. خب به نظرم مشکل مدل محتوا است و دروغایی که توش گفته میشه. به نظرم قیمت لباسا رو میپرسی توی لباس من اینجا من بینکم خود آرتیستم مثلا. خب حالا نمیگم مثلا در حد چه اون خفا یا آهنگایی میخونم یا کنسرتایی میذارم بالاخره. من واقعا میرم میدون حسین تیشرتامو میخرم. ببین من بچه نظام آبادم. خب یعنی من هنوز شلوارم مثلا اونجا میخرم. الان 2 سال اخیر وقتی برند هیرامون رو افتاده دیگه لباس نخریدم چون هیرا دم لباسو داره میدوزه، ولی تیشرت مثلا خیلی وقتا رو میدونه حسین چرا دروغ میگی LV 2000K اصلا بابا دیگه یه سری قیمت من یه کیشون نشستم حساب کردم قیمتایی که داشتن میگفتم مثلا لباسا رو، بعد به این نتیجه رسیدم که یه پرش پانامرا تنه یکیشون بود. آخه ولی حاجی دمت گرم من 2 سال لباس نخریدم. 2 سال هیرامون از این حیث بچه‌ها خیلی راحت شدن. بریم ویدیو رو ببینیم. قضاوت زیاد. برو بریم. آماده ای؟ آقا فهمی بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خشیه ساره. آره کشیویت. دونه دونه با قیمتش. خب ببین آقا خشیه ساره بچگیش مایه‌دار بوده. اصلا ببین این دروغ نمیگه. اصلا ببین یه سریاشون هستن که واقعا سر تا پاشون برنده. بعد من اصلا موزیکاشون رو گوش میدم. آره این دروغ نمیگه. اوکی این دروغ نمیگه. آره یه سریاشون ولی 150 200 من جهاد کام چی؟ من جهاد؟ بچه من جهادی منم بچه نظام آدم دی قرار نوازه بکشه تیزی بکشی قیافه کسی که جهاد میکنن هست. تیشرت و شلوارم U3 کاستوم 300 400. U3 کاستوم مگه Y3 نیستین؟ بریم ولش کن. نه جدی دارم میپرسم. Y3 هست. لهجه ها خیلی دیگه چیز میشه دیگه غلیظ میشه یه وقتایی. آخه یو دیگه لهجه نیست یه لدر دیگه است. شاید اصلا دیگه اصلا نمیخوام الان دیس کنم و خشی خفنه واقعا، ولی دارم واسه اطلاعات اگه یو منم بگم یو اشتباه نگم. کفشم چین ریاکشن ورساچی 1300 400. ببین تیشرتش $300 بود منطقی بود. آره تیشرتش منطقی بود. مثلا $7000 پول تیشرت باشه منطق نداره. کاتونیش هم منطقی بود. 1300 تا ورساچ اصلا اورجینال باشه زیر این نمیتونی بگیری. آره ولی چقدر گرون. خیلی گرون. حالا وایسا گرون آوردم برات. نایکی میخره $100 گرون آوردم برات اصلا. آف وایت 400 500. RP وردروب. آره. ببین عینکت که عمران در حد سانگلاسز من. آره فکر نکنیم. ولی خب حالا VS1 میگن که هست باید از اینا بزنیم ببینیم. Give me a price 10 20 come on. باری که این بعد یادگاری زیر 10K به من بدی. من یادگاریام معنویه. ببین نکن تو چون خودت پول داری بالاخره تو برند داری. مگه همه کسایی که آنلاین شاپ دارن پولدار نیستن؟ نه چه فکر کنم پولدار؟ نه. خب تو نمیدونی من پول دارم یا ندارم. تو پول داری دیگه. هیراد بیا جلوی دوری خودت باش. خودم من بگو بچه پول داری. بگو تو پول داری غرق میشی. پول غرق. پارو میزنی. تو پول غرقم. یه جمله هم که زندگی تو باش پیش میره.
ببین 12200 تا توتال لباسای خشی اسار بود. $12,000 الان میشه چقدر؟ اصلا خشی نمیخوام حساب کنم برات. یعنی خشی خیلی منطقیه. معقوله اصلا. آره منطقیه. 12,000 تا منطقیه. 12 که کاملا منطقیه. حالا بریم جلو. 12 که واسه به ایرانی میشه چقدر ریال؟ دلار 100 تومن اگه حساب کنیم 112 تومن نه. 100 تومن حساب کنیم میشه 1.200. 1 میلیارد؟ 12 کی؟ 12,000. 1 میلیارد و 200. 1.200 دلار 100 تومن. ببین خب چینزش خودش مثلا $20,000 بود. میدونی اونا خیلی قیمت رو کشید بالا. البته چیزش هم اد نکرد توش دیگه. یا اد کرد گرداننده‌شو. آره چینز چرا؟ میگم آره 20,000. چرا؟ من چون خودم چینزم. چینز. که نبرد و بازم ولی جنگو همیشه میبرم. مرسی کچی یه دونه ترک داره خیلی من زیاد گوشش دارم هنوزم یه وقتایی چه گوش میدم. پیتزاز خفنی ها. دیگه بذار بگیرم بشو خیلی خفنه حاجی. یه بار گوش کردم قشنگ یادم. خیلی خفنه. این انقدر خفنی که یادم. آرتا اوه حاجا اورجینال آره الان بیا میخوام اورجینال معرفی کنم. داره به شرجی از سر تا پا زود تون سری با قیمت بهمون بگید. عینکم جنتل مانستره $300. کامان. جکتم لی بنجامینه $250. عاشق تا اینجا که منطقی هم شه. ببین رو چینز ساعت الان قیمت میکشه بالا. در ای ثانیه. آزادواد چی اصلا نمیدونم برندش رو دروغ چرا واقعا نمیشناسم. اصلا اغربه های قرمزش معلومه ساعت بمبیه خیلی خفن. مثلا رولکس مولکس نه این یه برند لوکسه. یه چیزی هم البته بگم ایمان یه ساعتی مثل رولکس توی دنیا توی سلبریتی های دنیا یه ساعت ایران خفن نیست. اصلا خیلی ساعت معمولی و من یه پست تو اینستاگرام نوشته بودش که مثلا اطلاعاتی که همه ایرانی‌ها در مورد ساعت دارن مثلا رولکس و 3-4 تا برند دیگر گذاشت بالا نشد حالا اطلاعات واقعی که باید داشته باشی همه زیر اقیانوس بود یه سری برندهای دیگه. اصلا یه خیلی عجیبه غریبه. $30,000. 20,000 تا خوبه. تیشرتم بالانسیاگا خوبه. $1,300. کامان. شلوارم فکر کنم شینه $100 ولی کفشم بالانسیاگا $1,200. مدل کفش هیچ وقت سلیقه من نبوده. مثلا فرشاد دوست داره. از این تانکیه. این تانکیه هیچ وقت سلیقه من نبوده ولی یه تایمی بعد من مود شده. زندگی تو 23 کی 2300 ببین نوش جونش با تمام برندایی که الان ترش کرده خب باش مثلا ظاهری نگاه می‌کنی می‌بینی خب معقوله به هر حال اونجا داره دلار خرید می‌کنه معقوله حالا بعد بریم مثلا جلوتر غیر معقوله رو نشون بریم پس What is bad for your heart is good for your art. خب اینجا با بعدی لباسات سر تا پا دونه دونه با قیمت بگید. ببین لباسه معلومه بومه اصلا خیلی عینکش هم بازم جنتل مانستر اصلا خیلی جست قشنگ گفتم اینا جست مانستر عینکم فکر کنم $300-400. کامان. فول ستم لس بنجامین. کل ستش همون چیز دیگه مثل جکت آرتا بود. آره چقدر ببین احتمال اسپانسری هم اصلا یک نه من توی یه مصاحبه از یکی از آرتیست‌ها چیز کردم که همه رو میخرن قشنگ سفارش اوردر میدم بعد لس بنجامین یکی از محبوب ترین برندهای منه. خودم عاشقشم. من تا همین الان نمیشناختم. خیلی خفن. من زارا مارا دیگه. خیلی یه برند استریت خیلی خفن. دیگه مثلا شلوار نگاه. شیلتون تون مایه جون که نمیدونم دونه دونه فکر کنم مثلا شلوارم 600-700 تا این $300-400. کامان. کفشم که بالانسیاگاست. ببین تا اینجا حرف زدن کوروش دوست داشتم خیلی واقعی. آره اصلا کلا واقعیه. این 600 این واسه من خیلی قشنگ بود. آیس وایس چیزی نداریم؟ یه دونه تنیسی اینجا دایموند فکر کنم سر سانچه که 12 آره تقریبا 30 دایمنت 12 قیراطی 12 کاراته 12 قیراطی که یه ست سواروفسکی هم دارم فکر کنم رو هم دیگه $1,000. سواروفسکی رو میشناسم سواروفسکی خوب میشناسم 34 تا باری کلا کوروش 3400 اینجا اولی فیک کنسل سیو گیارو دریک کنسل همیشه رو استعدادت فوکس کن بهش ایمان داشته باش مطمئنا یه روزی موفق میشی به هر چی علاقه داری برو سمتش. ببین این حرفاش خیلی دلی بود. آره کلا دلی حرف لاته زد. هستن کوروش چاسی نگیم خیلی لاته دلی حرف زد. آره خب اینجا هم با ممزی وای بس این کیه؟ ببین کاکا نه؟ نه کی؟ این ممزیه ممزی کیه؟
یه بار موزیکش تو ماشین برات گذاشتن، گفتی چه صدای خاص و حالی داره. رپ میخونه. رپ و آرنبی میخونه. فکر کنم فهمیدم چیا میگی. خیابون خداشه. آره صداش خیلی خفن. باحاله. من اصلا موزیکاش میشنم واقعا با یادم حال میکنه. کیش. نه اصلا یارو چیزه فرام آمریکاست. بچه اونجا اصلا بچه الیه. نیتیو اونجا، فارسی هم آره. یاد گرفته. آره. خوش آمد. لباسات سر تا پا با قیمتشون با برند سعی بگو. سریع اوکی. کلا کروم هارد $750. کلا فقط 750 تا. چه خبره؟ یه وبسایتی گرفتم $150. کامان ببین چینزش الان اصلا $50,000 کم ریا نشه. تیم کاملا ساحلی اصلا. فکر می‌کنم بیشتر شو کلوفتر. بگم امیری شرت 350 تا. همین 350 تا؟ چه معقول؟ داره قیمت‌های مختلف. چه معقول؟ رده قیمتیش تو مایه‌های بالنسیاگا یک کوچولو بالاتره. چه معقول؟ هیچ بودیم امروز واسه همینه. کامان $150. دیور سلایدز $350. ولی بچه خاکی خوش خیلی آمد. بچه خوش باحال. آمد. خیلی بچه خوش باحال. آمد. آدم والی. من دوستش دارم. Dripping on the ring کامان and then 17 تا هم bad gear Rolex. کامان یه جمله 54 کی. 54 آخه بعد بلاش تیپ ساحلیه تازه. بابا این ساعت و چین و این انگشتره کارو جمع کرد. 17000 تا رولکس بود، 7000 تا این انگشتره بود، 25000 تا این بودش. یعنی هولوش 70000 تا فقط همینا بودن. چاش کلا شو 50 زر زدم. 54 کی ریاضی خیلی خوبه واسه همین رفتم سمت هنر. بازم اگه 100 تومن بخوای حساب بکنید استایل ساحلی طرف 5400 خشک. بعد یه چیز دیگه میخوای، یه فکت دیگه میخوای بگی. کررای 2012 میدونی قیمتش چنده؟ پورشه کررای 2012 نه من این ماشین چینی‌ها رو الان میدونم. 4200 4200. خب میدونی که امیری فیک کنسل. دیگه برو بر پیش میبری بگو What comes around goes around man. Stay humble. بیگ مرسی اینجا باد آورده رو باد میده. کاگان کامان این ببین کاگانه. نروترین آدم مارکت رپ به نظر من. چیه؟ نروترینه. آره خیلی من نرو. فقط بیتاش. نه آره هم بیت دیگه بیت میزنه. آره کارش خوبه خودش. کارش که واقعا خوبه خودش، ولی اصلا نمیشناسم. سیستم منم الان همین نگاه اول بخوام آره. قضاوت کنم. آخرش با بزنم قیمتشون دونه دونه سری بگم نیو ایرا 50 تا، کامان عینک آف وایت 400 تا، کامان فقط داداش لسه هاشو حس نمیکنه. پکه تیشرت افتاده. آف وایت 700 تا، چای بخور بعد. وست مانکلر 1400 تا. منز نه اصلا کلا هیچی شده صورت و هسته I can feel my face but now یه it's چیزی you. خیلی واسه حالا این به خاطر در آوردن این محتوا خب تمام برندی که تنشه رو خب میدونه حالا از قبل آماده کرده. مثلا ببین من الان 17-18 سال شب مثلا حالا ریز درست درگیر مد و لباس و استایل بازی و تریپ بازی و فلان اینا فکر کنم 2-3 سال دارم دقت شما میکنم خوبای که غرب بودی زمان فیسبوک برنامه کنه کردان و فلان. 2-3 سال گم شد. مثلا میزدن تو ماشین 17 تا دختر میبردن کردان. اینا رو همه رو من تاکسی اون موقع مدرسه بودیم این با شایار موقع آره کردان. ایمان درس میخوند. اسم رو اصلا من 2-3 ساله سند دادم با کی میرم. 2-3 سال من الان دارم نگاه میکنم ببینم واقعا چه برندی دارم میپوشم. اگه برند بگیرم. اما الان فقط بگیرم. لباسای تو رو نگاه میکنم و الان میگم من واقعا میرم توی مغازه خوشم میاد میگم داداش این چنده، میگه اینقدر اگه واسم باشه میخرم میپوشم. همین یعنی اصلا کاری ندارم برندش چیه. آقا میگم با آیدین رفتیم کت شلوار بخریم ما نگاه نکردیم برند چیه، رفتیم تو کت شلوار آیدین پوشید با ناز دیدیم یا امام زمان قیمت اصلا عجیب و غریب. قربونت میشم خیلی زیاد. و بعدا فهمیدیم که حاج آقا میخوای بری تو مغازه دیگه باید برندا نگاه کنی. یعنی مهم نیست بازارم گرونه. ساعت جی شاک 180 تا. feeling like Sanj 180 جی شاک بعد اون رولکس 17000 $180. بابا پیپی کردم تو جا. $180. گفتم وای یه لحظه کامان شلوارک پراجکت جی آر 270 تا فکر کنم. کامان تلم کفش ایر جردن آف وایت 4500 تا. جیز
$4500 ما بیاریم نایکی بخریم $150 الانم که بلک فرایدی $90 میتونیم جمع میتونی کار جمع کنی. بقیه‌شو این چقدر کار مفید میشه. کتونی شلوار خودمون که پسر شلوارش الویه، کتونیش هم امیریه. این خوبه، کار خوبیه. بی تربیت. یادت یه روز میگفتم که تو مال ما ای دختر شیه های دختر. بعدم نگفت لحنش بد بود. آره یکم بچه پر رو. برای جمله خوبی بود. شاهی آیدین بیا رفیقات. بنده خدا آیدین رو به خاطر آیدین رو به خاطر ویدیوهای تی وی اس مجبورش کردیم نشسته داره نگاه میکنه همه رو. آیدین شاهی ببینید شاهین چقدر استایلش. is right one. این که الان کلا چیز دیگه مثلا 2500 تومن. You're right here. واسه تو از سر تا پا با قیمت دونه دونه سری بگو. اوکی کفشام برشگاه $100 کامان دامنم برشگاه $50 کامان کمربندم برشگاه $50 holy fuck so much برشگاه کامان یه ست کامل برشگاه $100 کامان این داره finally $50 کامان خب کلا ولی خیلی استایلش فاینالی بالاخره عوض نه اصلا ببین ما دیگه اینو قضاوت نمی‌کنیم ما فقط آدمایی که باشیم مصاحبه می‌شیم. پینکی کامان و اکسسوریامم از برشگاه $100 جیزاس این خیلی منطقیه. خیلی مقبول. اسکال با هم دیگه رفاقتی رفته بودیم برشگاه یه ست خریده بودیم اومده یه بودیم. ست آره این شاهین گرفته این ست. فردا نزنم ست $52,000 بیان برای دیگه. شاهین آخه میزنی هم $8,000 چقدر ناراحت شد. $8,000 کفش نداری فکر کنم. حالا اوکی یا برشگاه کامان یه جمله هم که چی شد؟ پشتم پشت بوخ میذارم دیگه. واقعا پشت آره خیلی پشت بالا. $1,300 کلش شد 1300 تا. اوکی من الان هیرومارم خودش $800 کاما 130 تومن تنه شده. این چنده؟ واسه فروشه؟ آره هیچ وقت قیمتشو بهم نگفتی. این 2700. نه او خیلی معقولی با تو. من خیلی خیلی لباس جیغ خوشگلیه. مردم. نه کمه بیشترش کن. چشم 4200 4 2K 4 2K باش پیش میبری بگو عشق ابدی مال منه بومبا کلاب این زمانی بود جای داشت با- پخش می‌شد. in the motherfucking building. لباس این که این آرش سرطانه. سرطان؟ چیزی یاد نمیاد آکادمی گوشو استیج برنامه استیج چرا؟ پخش میشد. اون رپره که اومد با یه دخترش شروع کرد خوندن اینو خیلی معروف شد. بچه گرگان هم هست ولی ساکن آمریکا. بعد اسمش سرطان خیلی سالم هست رفته آمریکا. اسمش آرش سرطانه. سرطان سرطان یا سرطان همون سرطان خودش میگه سرطان. چرا همچین اسم واسه خوش دیگه گذاشته؟ حالا تا سر تا پا دونه دونه با قیمت سری بگو شلوارش لویه آره. Honest lies. Shout out to the boy Parsha. He blessed it, but it's about $66. بعد چرا انقدر لهجه امریکن داره؟ آخه خیلی سال واقعا سالهای خیلی 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 28 زیادی. سالی که اون خیلی سالهای زیادی اون Shout out to Gabbro Wear. The t-shirt is about $180. شبیه دیترویدی حرف میزنه اصلا خیلی لهجه shout out to We got the Louis pants on. This is about like $650. گفتم لویه. LV on the jeans کامان Got the Miri shoe. ببین اصلا میگه 650 خیلی آمریکایی خیلی لهجه. It was Okay, about $720. کامان official میری Yeah, and this the Beth. یه چیز بالی که آمریکایی‌ها تو عدد میگم این چیه مثلا 2300 حالا میتونی بگی 2300 ولی مثلا میگن 2300 2300 100 دو تا صفر داره دیگه 2300 یعنی 23 دو تا صفر هم جلوش 2300 اینجوری میگن I bought مثلا this from Iran, but it's about roughly 350. های کامان یه جمله هم که زندگی تو باش پیش میبری خیلی آمریکایی بود خیلی اصلا آمریکایی. Respect your family always and keep your circle full of successful people. بومبا کلاب چشم دیگه تلجه استوپ میزنه مثلا دارم کلاس بابا این اصلا نمیشناسم مامان دانه مامادان ددان ددان مامان ددان مامان مامادان نه این که زشته این که زشته. ایشالا هر کی هستی موفق واقعا فهمید خودش رو لباس تو از سر تا قطعا پا زودتون سری با قیمتشون بگو خب اینا رو که از خیابون نه ایمان نه ایمان Hermes sandals 1000. کامان Wilfred pants. صدای خشداره باحاله. اگه خواننده باشه من میتونم من واقعا نمیشناسم. اگه خواننده باشه من میتونم ببینم چی میخونه چون صداش خش خوبی داره Wilfred top 100. another Wilfred Top 100
Jackson Martin, that's you know what I'm saying. Vintage Gucci watch, 2000. Come on. Lisa Gosselin bracelet, 150. Light one. Tennis bracelet. چی گفت لایک وان؟ اصلا من نفهمیدم چی Jesus Christ, okay. Bulgari دستمش serpentine تحکیم. ring. بولگاری لهجهشو دوست داشتم. اینم خارج بشینه. چون بولگاری می‌بینی؟ آره. ما میگیم بولگاری. بیولگاری. بیولگاری. وی واسش نمیدونم بعد چیکار کنیم. بیولگاری. بیولگاری. The Cardi's. انگشتر بولگاری 8 Come on. ببین مثلا کاردیز کارتیر نه کاردیز اینا Shanae for 6K. شنینه این ببین سالهاست اونجاست هر کی هست آره. شنینه شنینه مثلا جنسیه Come on. یه جمله جنسی هم که زندگی تو باش پیش میبری سری. 29 کی 30 کی دیگه اصلا نمیدونم کیه ولی لباسش خوب To remain من واقعا soft in a نمی‌شناسم، world that نمی‌دونم tries نه تو که اصلا relentlessly to نتیف harden نیستی you خب is not an act of surrender but a declaration of war. مرسی اینو آیه 2 چپتر 3 اینو از چیز اینو یادم باشه استوری کنم آره آیه 2 چپتر 3 خب اینجاییم. وای کی میگه کی ببین من به آرتیستای خانوم خیلی احترام میذارم واقعا. خب یه رپره که تازه اومده خانومه رپ میکنه اسمش بلک بزن سیسی. اسمشو ببینید بلک سیسی بعد تازگی اومده یه خورده هم وایرال شد. وایسا ساری اگه با همه تو سردون شیک میزنه پسر رو هم نمیگیرم شاید این باشه واقعا. من موزیکاشو گوش دادم. ساری اگه با همتون سردم وایسا ولی این لهجه که دارم الان از تو میبینم با حرفی که این داره میزنه به نظرم که این باشه. و بلک سیسی به هر کاری که فکر میخوره من لباسو در سرتما با قیمتشون سری بگیم. میو میو سنگلاسز حدودا اینا که منم میو میو نه دایی من فکر کنم 250 300 خریدم نه 200 بیشتر خریدی. بیشتر خریدم؟ آره با بیشتر خریدی. چند خریدم؟ 500 تا اینطوره. 500 600 خریدم. ببین آخه دیگه خیلی سال هاست به قیمت. Sunglasses from Miu Miu ایمان توسلی 600 کی 600 کی نه آخه خیلی وقت دیگه به قیمت نگاه نمی‌کنه. آفرین. کارت عین من با کردم. شرت فرام آدیداس $100. I don't know about stripes but come on. The Bluetooth device. سر زده از افق مهر خاوران فروغ دیده بجت فرام گوچی ست حدودا 4K. آخه دایی تو میخوای اوتفیت رو نشون بدی با اینجوری نشون میدی اصلا بعد ببین یه چیزی میدونی به جز چوسی من هیچی نمیتونم توش بدم. تو بری 4K پول بدی اصلا از گوچی بگیری خب اینقدر پارچه نه اینو بگیری اینقدر پارچه اصلا اینقدر پارچه بگیری اینو بگیری بریم با سه خط آدیداس ست کردی اینا کم سکی Jesus come on. بگ فرام LV بگ فرام الوی قشنگ لهجه ناب ایرانی اصلا تازه رفته. لهجه ناب ایرانی بگ آره. فرام الوی چرا نشستم دارم قضاوت کار سکی خودت یه کاری میکنی من گیر بدم سکی اصلا چیه ببین بگ فرام الوی سکی لهجه ناب پرژین اصلا عالی پرژین اکسنت سنیکرز سکیت سنیکرز سنیکرز که بقیه هیچ گیری ندادم بقیه همه درست اصلا بودن من همه این ویدیو رو نگاه کردم تا این برسه من منتظر بودم اینو نشونت بدم یاد استیکرز هم اینجا بزرگه سنیکرز فرام LV $1500. Win match tonight come on. واچ فرام کارتیه حدودا 10K. Big Cardi come on. اکسسوری حدودا اکسسوری پسرای دهاتی. اینجا اسپانی هم تشت اینا انداختم در آوردی کارا حدوداً 25K 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 حالا تش Come on. یه جمله هم که شد کلا 44K 44 5K 44 داداش، یعنی- $5,000 یعنی 4.5 میلیارد تومن وجه رایج نه خب مملکت پول ما که آشغاله آره دایی. پول ما که آشغال هست ولی ولی بازم داداش $44,000 برای داداش درآمد یه آدم توی آمریکا یه آدم معمولی ماهی چقدر 7-8 تا
بیشتر بهترین حالت آره 7 7 کی 8 میگیره. بهتر تو فکر کن یک بهتر کیفش حالت که نه ولی دیگه چیز هم نیست کارای چه میدونم مثلا کارمند دیگه. کارمند کار بیسیک آره تو بخوای بیسیک میشه بعد 5000 آره تو فکر کن مثلا اگه طرف مثلا 7 کی درآمد داشته باشه عمرن 4 کیشو نمیده کیف بخره. نه چرا باید همچین کاری بکنی 100% نمیکنی. دیگه تو باش ببری سری بگو. هر کاری که میخواین بکنیم واسه واسه همونه دایی هر کاری که فکر کنی کردم واسه پسر رو راه نمیگیرم کردم واسه سریع با همه تو سردم حالا اینقدر یورو دیسک کردم کل لنگش هم حفظم تو اینستام جر خورده دیگه آره دیگه پره دیگه. آقا ایشالا خدا بیشترش کن. من فکر کردم این ویدیوست که سعی کن کرینج نشی یعنی سعی کن حالت بهم نخوره ولی اونقدرم حالا من نخورد. ببین چون که میدونم تازه ریاکت رپرای ایرانی هم انجام دادی و حالا میخوای انجام بدی. توی این چند تا آرتیستی که امروز دیدی خب البته مثلا تو موزیکای سرطان گوش ندادی، موزیکای ممزی رو خیلی گوش ندادی. اون یه دونه که واسم گذاشتی گوش آره مثلا خیلی گوش ندادی. حالا مثلا تو این چند تایی که دیدی موزیکی نظرت چیه راجبشون؟ آره کوروشارتا رو من هستم. آره. گوش میدی تو هم یعنی اگه اصلا همون ترک امیری فیک کن صدای خیلی قشنگ بود. اصلا کلا به نظرم بچه با کلاس یه چیزی که من خیلی باهاشون حال میکنم اینی که استاندارد کار میکنم. آره اون زمان که با ربکا اینا بودن دقیقاً شاید مثلا موزیک داشتن. دقیقاً شاید شما فکر کنید که گرونترین موزیک ویدیو البته اینو شاید 100% ندونم ولی گرونترین ویدیو خیلی فکل می‌کنم مثل ساسی باشه. نه همین ویدیو ولی چیزی که اسپانسرش هم چیز بوده ماشین اومده بود واسه چیز اسپانسر نه داداش یه مرد است ایرانی خرپول چیز برایان اعتماد. آفرین برایان اعتماد. آره اصلا اصلا تو ویدیو هست اول آره. ویدیو تو همون ویدیو دیگه اون آره یه ویدیو خیلی پرهزینه است. پرهزینه ترین ویدیو شدش. باحالن میبینی من خیلی بچه‌ها هم میدونن که خیلی رپ گوش نمیدم ولی باحالن. من یه سری دوستام هستن کنسرت‌های دبیشون که برگزار میشه کار تصویربرداری اونجا رو انجام میده. بعد باهاش که صحبت کرده بودم میگوش که مثلا همینجوری نشسته بود یهو مثلا 15 16 کی داشت لباس سفارش میداد که مثلا بیاد واسه کنسرت شب بعدش. خب ماشاءالله در میاره خوب دیگه. در میارن و خوبم خرج میکنن. خیلی باحاله. من اوکی ام که خرج ظاهرت بکنی چون تو یه آرتیست به نظر اونم یه احترام گذاشتن به مخاطبت. مثلا تو یه آرتیستی که بخواد مثلا چاق باشه این ورش سیاه باشه اون ورش قرمز باشه اگه آرتیست به خودش نرسه مثلا رو استایل فلانی کی باید برسه؟ کی برسه؟ به نظر من آرتیست با خفن باشه. حالا ما قضاوت میکنیم مسخره میکنیم ولی آرتیست هر چقدر دست نیافتنی تر اتفاقا باشه بالتره. آرتیست می آیدلت تو یارو اینجوری داری نگاه میکنی یه فرق باید بکنی دیگه. فقط چین زمان اگه یه ذره بیشتر اتون که روی هیرامو انداختم کارو رو جمع کرده. اینا کن چین بگو بپرس چینتون شما from امام حسین اسکوئر میدون امام حسین بچه‌ها من ساب تایتل هم دیگه معمولا میدون امام حسین چند خریدم من میتونم بهش قیمت بذارم چنده 500 600 نه نقره است نقره خب نمیدونستم نقره است 3 4 تومن 3 4 ارزون خرید دلم دارم به خدا خیلی خوش گذشت سر کنه خواهش میکنم ببخش سن زیاد شده کمر موارد میگیره حواسم هر بچه میخوام آخر ویدیو تموم کنم هر کاری که فکر کنی کردم واسه پسرم که دوست داری بکن واسه پسرم هیچ موقع نگیر گردن واسه این که به نفع ماه که نگیرن گردن آره اوکی خوش میگذره بیشتر تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.